همونطور که میدونید عربستان سعودی یکی از سختگیرانه ترین قوانین دنیا رو داشته و هنوزم داره. نوشیدن الکل و داشتن رابطه جنسی خارج از قوانین توی این کشور یه جرم محسوب میشه و تعداد زیادی سالانه به خاطر شکنجه میشن و توی زندانا میافتن و حتی به خاطرش اعدام میشن. حتی بعضی از حرکات موزونها و رقصا توی عربستان سعودی ممنوعه و انجام دادنش باعث زندانی شدن آدما میشه. البته همه اینا وجود داره مگر اینکه جزء طبقه حاکم و ثروتمند عربستان سعودی باشی. طبقه حاکم عربستان تو ظاهر به شدت خودشو مذهبی و پایبند به قوانین نشون میده، اما پشت درهای بسته کارایی انجام میده که حتی تصورش برای ما مردم عادی مشکله، مثل هزینه برگزاری مراسم‌های افراطی مذهبی یا برگزاری عجیب‌ترین مهمونی‌ها و خوشگذرونی‌های دنیا. مهمونی‌هایی که پر از موادای عجیب و جدیده، پر از فحشاه و مهمونای این مهمونی از خود مهمونی عجیب‌ترن. توی این ویدیو میخوام بهتون بگم که این مردای قدرتمند که ظاهراً بالاتر از قانون توی عربستان سعودی زندگی میکنن دقیقاً چه کسایی هستن. من تنازم توی چنل وید بهتون از پشت پرده عجیب دنیا میگم. اگر به این سبک ویدیوها علاقه داری حتما چنل رو سابسکرایب کن. تخمین زده شده که خاندان حاکم بر عربستان سعودی بین 10 تا 20 هزار عضو داره، یعنی تمام نوادگان محمد بن سعود بنیانگذار اولین حکومت سعودی تو سال 1727. از اونجایی هم که این خانواده در طول تاریخ اتفاقات زیادی و پشت سر گذاشتن، در حال حاضر فقط 2000 نفر از اعضای این خانواده هستن که ثروتمندن. تخمینا نشون میدن که اعضای این خانواده داراییاشون از 500 میلیارد دلار شروع میشه و بعضیاشون به 3 تریلیون دلار میرسه. از اونجایی هم که ثروت خانواده آل سعود از شرکت آرامکو میاد که یه شرکت نفت و گازه، ثروت اونا هیچ انتهایی نداره. برای همین هم هست که سالهاست خانواده سلطنتی عربستان نه تنها ثروتمندترین خانواده جهان محسوب میشه، بلکه از نظر خیلی از تحلیلگرا یکی از قدرتمندترین خانواده های جهان هم هست. در حال حاضرم تو رأس این هرم ملک سلمان پدر محمد بن سلمان قرار داره. خیلی‌ها معتقدن که در حال حاضر قدرتمندترین افراد عربستان سعودی نسل جوانتر اون هستن و تو رأس اونا محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی قرار داره. پسری که مادرش همسر محبوب پادشاه بوده، پسری که چند تا برادر بزرگتر از خودش داشته ولی موفق شده همه اونا رو کنار بزنه و ولیعهد امروز عربستان سعودی بشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نرحب بكم اليوم في المملكة العربية السعودية. از سال 2010 بود که محمد بن سلمان به عنوان شاهزاده مهمونی‌ها معروف شد، چون اون سال حدود 50 میلیون دلار برای یه مهمونی خرج کرده بود و خیلی سر و صدا کرده بود. کسایی که به این مهمونی رفته بودن مدیرعامل شرکت‌های بزرگ امریکایی، صاحبای بانک‌های بین‌المللی، میلیاردرهای جهان و سلبریتی‌ها بودن. حتی بعضی از رهبرای مذهبی کشورهای مسلمان هم توی این مهمونی‌ها رفت آمد داشتن. درسته که دقیقاً نمیشه مشخص کرد که چه کسایی توی این مهمونی حضور داشتن، ولی خب سرنخهای زیادی هست. یکی از معروف‌ترین گزارش‌ها که توی مهمونی‌های محمد بن سلمان اتفاق افتاده بود مربوط میشه به سال 2015. دقیقاً زمانی که حدود 150 مدل برزیلی و روس با جت‌های خصوصی به یه جزیره دورافتاده تو مالدیو منتقل شده بودن. اون موقع‌ها مردم محلی بو برده بودن که چند تا مرد ثروتمند قراره به این مهمونی بیان. مردایی که موفق شده بودن کل اون جزیره رو از دولت اجاره کنن و برای یه شب به صورت اختصاصی از اون استفاده کنن. این جزیره یکی از لوکس ترین مقصدهای گردشگری جهان محسوب میشد و اجاره یه شبانه روزش کار مردم عادی نبود. تو سال 2015 میگفتن محمد بن سلمان هم جز مهمونای این جزیره بوده، ولی فقط 2 سال طول کشید تا افشا بشه که خود محمد بن سلمان میزبان این مراسم بوده. شخصی که امروز ولیعهد و نخست وزیر فعلی عربستانه، همون کشوری که اگر مردم عادیش الکل بنوشن یا رابطه خارج از ازدواج داشته باشن به زندان و اعدام محکوم میشن. محمد بن سلمان یه مهمونی معروف دیگه هم برگزار کرد، اونم روی یات شخصیش که حدود 500 میلیون دلار اونو خریده بود. مهمونایی که اونجا دعوت شده بودن با هلیکوپترهای شخصیشون اومده بودن. این یات مجهز بود به 2 تا سکوی فرود هلیکوپتر که دائما شلوغ و پر رفت آمد بود. حتی یه اسکله مخصوص زیردریایی هم داشت برای گشت و گذار مهمونای
مهمونیای این قایق. یکی از معروفترین مهمونیای محمد بن سلمان هم توی یه قصر مجلل فرانسوی تو نزدیکای پاریس برگزار شد که تخمین زده شده که 300 میلیون دلار هزینه برگزاری این مهمونی بوده. قطعاً همچین سبک زندگی برای یه ثروتمند معمولی و نرمال اصلاً اشکال نداره. اشکال این ماجرا از جایی شروع میشه که همچین سبک زندگی که محمد بن سلمان و خانواده‌اش دارن از پول نفت و گاز عربستان میاد. سبک زندگی خانواده حاکم بر عربستان سعودی توی یه تضاد آشکار با شرایط مردم عادی عربستانه. مردمی که توی واقعیت با محدودیت‌های شدید اجتماعی و مذهبی زندگی میکنن و از خیلی از آزادی‌هایی که مردم دیگه کشوری عربی دارن محرومن. درست هم هست که دائما رسانه ها دارن تبلیغ میکنن که محمد بن سلمان آزادی رو به عربستان سعودی آورده، ولی آمارای واقعی اعدام ها و زندانی ها و جرایم این کشور و قوانین محدود کنندش نشون دهنده اینه که علنا آزادی خاصی برای مردم عادی وجود نداره و تنها آزادی که محمد بن سلمان به عربستان سعودی آورده در مورد پوشش زنان و رانندگی زنانه. حتی درسته که توی رسانه ها تبلیغ میشه که توی عربستان سعودی الکل خوردن آزاد شده، در صورتی که اصلا همچین چیزی واقعیت نداره. اینایی که بهتون گفتم در مورد سال 2026 عربستان سعودیه. به نظر شما تو آینده این وضعیت برای مردم عادی بهتر میشه یا نه؟ جالبه که بدونید از اونجایی که محمد بن سلمان پسر پادشاه بوده و همیشه زیر ذره‌بین ها بوده، بهتره بهتون بگم که تنها شاهزاده‌ای بوده که زیاد خرابکاری نمی‌کرده و مهمونیایی که می‌گرفته رو خیلی خوب لاپوشونی می‌کرده. شاهزاده‌های دیگه این خاندان حتی از محمد بن سلمان هم عجیب و غریب‌تر بودن. این ماجرا اولین بار از سال 2018 سرباز کرد. دقیقاً زمانی که چند تا از کارکنای هتل‌های لوکس بحرین و پاریس و لندن شکایت کردن از چند تا از اعضای خاندان سلطنتی. اونا میگفتن که شاهزاده ها و ثروتمندای عربستانی توی سویت‌های فوق لوکس هتل‌ها به اونا توهین کردن و رفتارای افراطی انجام دادن. اونا میگفتن مهمونیایی که توی این هتل‌ها برگزار میشده انقدر به در و دیوار خسارت وارد میکرده که هزینه‌های نظافت و بازسازی به بیشتر از 200,000 دلار میرسیده. برای خیلی از شاهزاده‌های سعودی همچین رفتارای یه تفریح عادی محسوب میشد. یکی از اعضای این پرونده ادعا کرده بود که وقتی وارد یه اتاق شده تقریباً تمام فضای اتاق هتل و فضولات انسانی پر کرده بوده. از طرف دیگه توی این پرونده زنایی که کارگر جنسی بودن اومده بودن از این شاهزاده ها و ثروتمندای سعودی شکایت کرده بودن و ادعا کرده بودن که اونا در ازای هزاران دلار پولی که به اونا پرداخته بودن اونا رو مجبور کرده بودن که یه سری از چندشاورترین خواسته های جنسی رو انجام بدن. شاکی‌های این پرونده همشون مدعی شده بودن که خواسته های این افراد ثروتمند خیلی افراطی و غیر معمول بوده. دقیقاً اواسط این پرونده بود که توی آمریکا هم یه نفر دیگه از یه شاهزاده سعودی شکایت کرد. شاهزاده سعودی به اسم عبدالعزیز بن ناصر آل سعود یک کارمند مرد رو توی هتل مجبور کرده بود که رابطه جنسیشو تماشا کنه. اینا همه رفتارهایی هستن که اگر یه شهروند عادی عربستان سعودی چه داخل خاک عربستان چه بیرون عربستان این کار رو انجام بده 100% اعدام میشه. اما وقتی عضوی از خانواده سلطنتی عربستان باشی قانون برای تو اجرا نمیشه. البته ناگفته نماند بعضی از این شاهزاده ها به قدری جرایم سنگینی مرتکب می شدن که در نهایت دولت مجبور بود که محاکمهشون بکنه. دقیقاً سال 2010 بود که یه شاهزاده به اسم سعود عبدالعزیز بن ناصر آل سعود محاکمه شد. این بچه‌ها با قبلی فرق میکنه، اسمشون شبیه همه چون فامیلن همشون با هم. حالا چرا محاکمه شد؟ به خاطر اینکه داخل خاک انگلستان یه خدمتکار رو به قتل رسونده بود. از مریض بودن این آدم بهتون اینو بگم که جسد قربانیش توی یه اتاق توی یه هتل لوکس پیدا شد. این قربانی مرد بود و آثار تجاوزم روی بدنش دیده میشد. جالبه که بدونید وقتی این دادگاه برگزار شده بود وکلای شاهزاده سعی میکردن روی اینکه اون همجنسگرا نیست تمرکز بکنن و فکرش هم نمیکردن این شاهزاده محاکمه بشه فقط به خاطر این قتل. درست فکر کردن چون در نهایت قرار شد توی زندان لندن حبس ابد بگیره، ولی فقط بعد از اینکه 3 سال تو زندان لندن بود بریتانیا اونو به عربستان سعودی فرستاد و در حال حاضر گفته میشه که توی زندان عربستان سعودیه و قرار 20 سال اونجا بمونه.
اما هیچ کس در مورد اینکه آیا اون واقعاً توی زندان هست یا نه خبر نداره. از سال 2020 به بعدم گزارش‌هایی که مربوط به مهمونی‌ها و گندکاری‌های خانواده سلطنتی بود به طرز عجیب و غریبی پایین اومده. خیلی‌ها معتقدن که همچین اتفاقاتی دیگه رخ نمیده، برای همین اخبارش بیرون نمیاد. ولی خیلی‌ها هم معتقدن که اعضای خانواده سلطنتی در حال حاضر محتاط‌تر شدن و با پیشرفت‌های تکنولوژی توی چند سال اخیر درز اطلاعات خیلی کمتر شده. درست هم هست که توی سالهای اخیر خبری از مهمونی‌های جنجالی نبوده، ولی در عوض از سال 2021 به بعد کلی قتل سیاسی بوده که سرش به محمد بن سلمان برمیگرده. تو سالهای اخیر منابع رسمی و غیر رسمی زیادی بودن که در مورد این گفتن که محمد بن سلمان منتقدانش رو نابود میکنه. یکی از مشهورترین افرادی هم که حذف شد جمال خاشقجی بود. او یه روزنامه‌نگار به شدت معروف و محبوب سعودی و از منتقدان حکومت سلطنتی بود. اون خودش تو آمریکا زندگی میکرد، ولی یه بار که به استانبول سفر کرده بود وارد کنسولگری عربستان میشه و دیگه هرگز از اونجا خارج نمیشه. چند سال بعدش هم پلیس ترکیه اعلام میکنه که اون توی کنسولگری عربستان کشته شده و جسدش تیکه تیکه شده. از اون به بعدم سرنوشت جمال یه درس عبرت شد برای همه روزنامه‌نگارای سرکش سعودی، مخصوصا اونایی که افشاگری میکردن و منتقد فساد مالی حکومت بودن. تمام اونا دونه دونه به همین شکل حذف شدن. اونا نه قانونی محاکمه می شدن، نه زندان می رفتن، نه اعدام می شدن. ناگهان ناپدید می شدن و هیچ کسی دیگه جاشونو نمی گرفت. حتی جالبه که بدونید سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا یا همون CIA به این نتیجه رسیده که محمد بن سلمان شخصاً دستور قتل جمال خاشقجی رو داده بوده. جالبه که بدونید حکام عربستان سعودی سیاستشون اینه که خبرنگارای داخلی خودشون حذف میکنن و به جاش با روزنامه‌های بین‌المللی مثل گاردین و وایس ارتباط دوستانه برقرار میکنن. بارها هم پیش اومده که روزنامه گاردین در مورد شاهزاده‌های سعودی و بازداشتشون توی هتل‌های مختلف دنیا صحبت کرده، ولی خیلی زود همه اون اخبار رو پاک کرده. حتی توی مواردی از خانواده سلطنتی عربستان سعودی عذرخواهی کرده. ولی خب جالبه که بدونید محمد بن سلمان از اینم فراتر رفته و فقط به کنترل رسانه‌ها بسنده نکرده. اون سرمایه‌گذار یکی از بزرگترین شرکت‌های روابط عمومی جهان یعنی ادلمن هستش. وظیفه این شرکت هم اینه که دولت عربستان سعودی و بعد از بن سلمان یه دولت رو به رشد نشون بده و به عبارت دیگه تبلیغ کنه عربستان سعودی و به دنیا. تو این افشاگری اومده که محمد بن سلمان سالانه نزدیک به 6 میلیون دلار به این شرکت پول میده و این شرکت هم به روش‌های مختلف پیشرفت عربستان سعودی و خیلی بیشتر از اون چیزی که هست به مردم نشون میده. همونطور که حتی شاه دخت ریما بنت بندر آل سعود سفیر عربستان سعودی توی آمریکا این افشاگری ها انجام داد. اون جلوی همه رسانه‌ها از دولت عربستان سعودی به خاطر کارهای تبلیغاتی که میکنه تشکر کرد و گفت که بی‌صبرانه منتظر روزیه که بتونه به طور ملموس توی اون فضای تبلیغ شده زندگی کنه. دقیقاً هم توی سالهای اخیر همزمان با تبلیغات پیشرفت‌های عربستان سعودی یه زنی به اسم نوره بنت سعید قحطانی به خاطر فعالیتاش توی شبکه اجتماعی به 45 سال زندان محکوم شد. یکی از پرونده‌های مشهور دیگه هم در مورد سلما الشهاب بود، یه دانشجوی دکترا که اصلا توی لیدز انگلیس زندگی می‌کرده، ولی به خاطر بازنشر چند تا توییت فعالای سیاسی منتقد حکومت 34 سال به زندان محکوم شده. همه اینا هم در کنار هم باعث میشه که در حال حاضر خیلی از منتقدای حکومت عربستان سعودی در مورد این صحبت کنن که آیا پروژه عظیم نئوم عربستان به سرانجام میرسه. نئوم همون پروژه‌ای که توی چشمانداز 2030 عربستان سعودیه و قرار مدرن ترین شهر جهان بشه. سوال اینجاست که آیا عربستان سعودی واقعاً زیرساخت انجام دادن این کارو داره؟ منتقدای این طرح میگن که ساخت همچین شهری توی عربستان سعودی تقریباً محاله، چون هزینه‌های انسانی خیلی سنگینی داره. در حال حاضر گزارش‌های زیادی هست که خیلی از افرادی که توی پروژه نئوم بوده خونه‌شون در حال حاضر بدون دریافت غرامت از اونجا اخراج شدن. برای اخراج اونا اتفاقات وحشتناکی افتاده که هیچ رسانه‌ای اونو پوشش نداده. یه مرد توی جریان این ماجرا کشته شده، 3 نفر به اعدام محکوم شدن و 3 نفر دیگه حکم 50 ساله زندان گرفتن. قاضی‌های عربستان
سعودی هم مردمی که توی پروژه نئوم زندگی میکنن و حاضر نیستن محل زندگیشون رو ترک کنن و به جرایم امنیتی متهم میکنه. ولی منتقدا میگن اونا هیچ جرمی انجام نمیدن و تنها کارشون مخالفت با تخلیه اجباری این زمینا بوده. نظر شما در مورد این موضوع چیه؟ به نظرتون خانواده حاکم بر عربستان سعودی یه غول رسانه‌ای ان؟ به نظرتون چطور میشه که خانواده‌ای که صاحب بزرگترین شرکت نفت و گازی دنیاست، بزرگترین سهامدار اوبر، بزرگترین سهامدار شرکت‌های بازسازی دنیاست، سهامدار بوئینگ، متا، سیتی گروپ، دیزنی و بانک آمریکاست، نتونه یه پروژه مدرن سازی رو توی خاک خودش پیش ببره؟ حتما نظرتون رو در مورد این خانواده عجیب و غریب توی کامنت ها برام بنویسید.